آقا حال استغفار نداری ببین 2 رکعت نمازه. من خودم 5 دقیقه میخونم 150 تا استغفار توشه. توصیه هم شده از رسول خدا، خیلی آثار و برکات هم داره. یعنی 150 تا استغفار توی نماز 2 رکعتی ساده. نیت میکنی نماز استغفار، سوره حمد و سوره قدر در هر 2 رکعت. همونجوری که ایستادی به رکوع رفتی 15 بار استغفر الله، همین، زیادتر هم نه. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. میری به رکوع 10 بار استغفر الله. بلند میشی 10 بار استغفر الله. میری سجده 10 بار تو سجده استغفر الله. از سجده بلند میشی 10 بار استغفر الله. سجده دوم 10 بار استغفر الله. بلند شدی از سجده دوم 10 بار استغفر الله. شد چند بار؟ شد 75 بار. 2 رکعت دومی هم مثل اولی، 2 تا 75 نمیشه 150 تا. خیلی هم شیرینه، خیلی حس خوبی به آدم میده. حالا اگه 2 رکعت نماز آقا 5 دقیقه من ضمانت میکنم، مال خودم اینجوریه، 5 دقیقه بیشتر طول نمیکشه. حال نداری نشسته بخون نشسته بخون. خب خیلی توفیق عظیمیه. شما هر روز حداقل 1 بار نماز بخونی، روز 150 تا استغفار. حالا او استغفاره و المستغفرین بالاسحار و 70 بار استغفار در نماز وقت، اینا که جای خودش داره آقا جان.